يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. یکی از اصول مسلم و قطعی که به عنوان یک قاعده اصلی در دین شناخته می شود، اصل الجزاء من جنس العمل است. الجزاء من جنس العمل بر اساس اصل جزاء و مجازات که مقابله به مثل است اقتضا می کند که جزا و پاداش هر انسان از جنس و نوع عمل خود او باشد. به تعبیر دیگر، انسان هر گونه رفتار کند با او رفتار می شود. کما تدین و تدان، هر گونه رفتار کنی جزا می بینی. به هر شکلی انسان رفتار کند به همون شکل جزا یا پاداش می بیند. یک اصل بسیار مهم است که انسان باید در رفتارهای خودش مد نظر قرار بدهد. جزا و پاداش چیزی نیست جز انعکاس و تابش رفتار خود انسان بر خود انسان، مثل آینه، انعکاس رفتار خود انسان بر خودش. یعنی ما هر رفتاری که از خود نشان بدهیم اون رفتار بر ما منعکس می شود، یا به نفع ما یا علیه ما. و این قضیه بسیار در نصوص دین به آن توجه شده است و هر انسان مسلمان باید مواظب این اصل باشد. آنگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیز بسیار در احادیث به این توجه کرده است، بر اساس برداشت از قرآن به این نکته توجه فرموده است و به ما گوشزد کرده است. مثلا در حدیثی می‌فرماید: من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. هر کس یک سختی و اندوهی را، غم و غصه ای را از سر مسلمانی دفع کند، خداوند هم یک غم و غصه و اندوه و سختی را از غصه ها و سختی های آخرت از سر او دفع خواهد کرد. و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. هر کس بر انسان تنگ دستی که بدهکار اوست مثلا آسان بگیرد، خداوند در دنیا و آخرت بر او آسان خواهد گرفت. کسی که آسان بگیرد بر دیگران، خدا هم بر او آسان میگیرد. و من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. هر کس مسلمانی را ستر کند،
سرپوش بگذارد روی عیب و اشتباه مسلمان، برادر مسلمان خودش، خداوند هم او را در دنیا و آخرت ستر خواهد کرد. اون کسی که عیب و اشتباه دیگران را برملا کند، خدا هم عیب و اشتباه او را برملا خواهد کرد. بعضی از بزرگان گذشته گفتند ما مشاهده کردیم افرادی که پر از عیب بودند، چون حیثیت و آبروی انسانها را حفظ کرده اند و ستر کرده اند دیگران را، خداوند هم عیبهای آنها را پوشانده است. و دیدیم افرادی که ظاهرا عیبی نداشته اند، یعنی کارشون درست بوده است به ظاهر، یعنی از لحاظ اعمال ظاهری، اما چون در صدد مچگیری دیگران و عیب تراشی از دیگران یا برملا کردن و رسوا کردن دیگران برآمده اند، عیبهایی برایشون ردیف شده است و برملا شده اند. عیبهایی را داشتند و اشتباهاتی مرتکب شده اند و به این وسیله خدا خواسته است آنها را برملا کند، رسوا کند، چون به دنبال رسوایی دیگران بودند، خواستند دیگران را رسوا کند. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله جل جلاله در یاری و کمک بنده مسلمان خودش هست تا زمانی که انسان در یاری و کمک انسان مسلمان باشد. تا زمانی که انسان در یاری و کمک برادر مسلمان خودش باشد، خداوند هم اون بنده اش را یاری و کمک خواهد کرد. و به همین صورت روایات زیادی هست: من نصر اخاه بظهر الغیب نصره الله فی الدنیا و الاخره. هر کس برادر مسلمانش را در غیابش نصرت دهد، از آبرویش دفاع کند، خداوند هم او را در دنیا و آخرت نصرت خواهد داد. بعضی هم گفتن هر کس دیدی که زیاد غیبت او می شود، بدان که خودش هم زیاد غیبت می کند. کسی که زیاد از او غیبت می کنند دیگران، بدان که خودش هم زیاد غیبت می کند. یعنی این مجازاتی است در مقابل رفتار خودش، انعکاس رفتار خود اوست علیه خود او. کسی که از آبروی مسلمانی دفاع کند، خداوند هم از آبرویش دفاع خواهد کرد. من رد عن عرض اخیه رد الله عن وجهه النار یوم القیامه. هر کس از آبروی مسلمان دفاع کند، خداوند هم آتش جهنم را از چهرهش دفع خواهد کرد. من لا یرحم لا یرحم. کسی که رحم نکند، به او رحم نخواهد شد. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به اونها که روی زمین رحم کنید تا اون کسی که فوق آسمان هاست به شما رحم کند. اون کسی که در بالاست به شما رحم کند. اگر بی رحم باشید، خدا هم به شما رحم نخواهد کرد. من لا یغفر لا یغفر له و من لا یتب لا یتب علیه. کسی که پوزش و اشتباه دیگران را نبخشد، کسی که عذرخواهی کند مثلا عذرخواهی او را نپذیرد، خداوند هم عذرخواهی او را نخواهد پذیرفت، پوزش او را نخواهد پذیرفت. اینا همه روایات خیلی واضح و صریح است در این موضوع. من شاق شق الله علیه و من ضار الله به. هر کس به دیگران آسیب رساند، خدا هم به او آسیب میرساند. هر کس بر دیگران سخت گرفت، خدا هم بر او سخت میگیرد. الجزاء من جنس العمل. اینا همه نصوص صریحی است که از فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم خدمتتون عرض کردم برای بیان این مطلب. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قالب دعا هم این مطلب را رسما از پروردگار درخواست کرده است که جزا و مجازات انسانها به فراخور اعمالشون باشد، از نوع جنس اعمالشون. اللهم من ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فارفق به و من ولی من امر امتی شیئا فشق علیهم فاشقق علیه. الها، اون کسی که مسئولیت امور امت مرا بر عهده گرفت و با آنها از در رفق و ملایمت برآمد، تو هم با او با رفق و مدارا رفتار بکنه ای پروردگار. و هر کس امور امت مرا عهده‌دار شد و بر آنها سخت گرفت، تو هم بر او سخت بگیر. این را پیامبر صلی الله علیه و سلم در قالب دعا از خدا خواسته است. این است که به انحاء مختلف این اصل
باید مورد توجه قرار بگیرد و هر انسان هم در جنبه اشتباه و گناه و هم در جنبه طاعت و عبادت بداند که رفتارش به خود او برمیگردد، بر خود او منعکس خواهد شد. این است در نص قرآن میخوانیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اونهایی که عهدهدار امور ایتام میشوند، مثلا کفالت ایتامی را بر عهده میگیرند یا در مجلسی حضور پیدا میکنند که اونجا درباره ایتام تصمیم گرفته میشود، مثلا باید بترسن از خدا و حرف درست بزنن. همونهایی که اگر از خودشون ذریه ضعیفی به جا بگذارند نگران حالشون هستند. دقت بفرمایید، هشدار میدهد خداوند به انسانها که اگر شما میخواهید در آینده ایتام خودتون، که چه بسا انسان از دنیا برود و ایتامی به جا بگذارد، یتیمانی از خود به جا بگذارد، اگر میترسند و نگران حال اونها هستند، در حق ایتام دیگران هم درست رفتار بکنند، درست حرف بزنند، درست تصمیم بگیرند. اگر در مجلسی درباره ایتامی مثلا حرف زده می شود، از حقوق آنها دفاع کنند، نگذارند حق ایتام ضایع بشود. دفاع کند انسان از حق یتیم تا از حق یتیم خود او آن زمانی که نیازمند است دفاع بشود. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ. ببینید هشدار پروردگار به بندگانش با این صیغه بسیار انعطاف، یعنی در واقع صیغه‌ای که بسیار در انسان انعطاف ایجاد می‌کند، یعنی عاطفه انسان و احساسات انسان را تحریک می‌کند. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. باید بترسن اونهایی که بعد از خودشون ذریه ضعیفی به جا میگذارند و بر حالشون نگرانند. اگر از خودشون ذریه‌ای به جا گذاشتند نگران حال اونها هستند، باید بترسند و حرف درست بزنند، درست رفتار بکنند که مبادا اگر بد رفتار کردند با ایتام خودشون هم بد رفتار بشود. الجزاء من جنس العمل است. در نص قرآن هم آمده است ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. در قصه افک آمده است که ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که اون تهمت و افترا به دخترش زده شد، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در اون قصه افک از جانب منافقین مورد اتهام قرار گرفت، علیه حرف زدند و افرادی هم از مسلمانان ساده لوح اون حرفی را که سردسته منافقین زده بود به زبان آوردند که چیزی جز تهمت نبود، تهمت و افترایی که خداوند از فوق 7 آسمان براءت و پاکی همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم را اعلام کرد. براءت و پاکی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که تا قیام قیامت این آیات روشنی بخش و این آیات درخشان در قرآن می درخشد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر اساس یک عاطفه انسانی وقتی که مشاهده کرد یکی از اون 3 نفر از مسلمانان، یکی از بستگان اوست، مصطح ابن اثاثه، یکی از بستگان اوست که او داشت به او کمک میکرد، همیشه ابوبکر به او کمک میکرد به خاطر قرابت و خویشاوندیش به عنوان صله ارحام، اما او این حرف را به زبان آورده است، این حرف را نقل کرده است. او دیگه لیاقت ندارد که من به او کمک بکنم، کمک خود را از او قطع کرد، گفت به خدا سوگند من دیگه به او کمک نمی کنم. اما خداوند که ارحم الراحمین است اشتباهات بندگانش را می بخشد و اونها هم بالاخره مسلمانانی بودند که از روی ساده لوحی این حرف را زده بودند و توبه کردند و پاک شدند. با توبه‌ای که کردند به حدی که بر آنها جاری شد خداوند این آیه را نازل کرد: نباید سوگند بخورند اونهایی که دارای فضل و برتری هستند و دارای وسعت و توان مالی هستند. این آیه بیانگر فضیلت ابوبکر رضی الله عنه است، چون خدا او را به عنوان اولوالفضل توصیف کرده است، دارای فضیلت.
چون سعه به معنی وسعت و توانگری هست و فضل نمیتواند به همون معنا باشد. پس یا فضیلت معنوی است. نباید سوگند بخورند کسانی که دارای فضل و برتری و توانگری هستند از اینکه کمک کنند به خویشاوندان و مساکین و مهاجرین فی سبیل الله. او بالاخره هم خویشاوند او بود، هم جزء فقرا و مساکین بود، هم هجرت کرده بود، جزء مهاجرین بود. نباید سوگند بخورند از اینکه کمک کنند به خویشاوندان و مساکین و مهاجرین فی سبیل الله. ولیعفوا ولیصفحوا، باید گذشت کنند و ببخشند. الا تحبون ان یغفر الله لكم، مگه دوست ندارید که خدا شما را ببخشد؟ باید گذشت کنند و ببخشند، مگر دوست ندارید که خدا شما را ببخشد؟ والله غفور رحیم، و خداوند آمرزنده و با رحم است. یعنی اگر گذشت کردید خدا هم از شما گذشت میکند، اگر بخشیدید خدا هم شما را میبخشد. اما اگر سختگیری کردید و نبخشیدید خدا هم شما را نمیبخشد. مگر دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ پس ببخشید، گذشت کنید از دیگران. اینجا بود که ابوبکر رضی الله عنه فرمود آری به خدا سوگند دوست داریم خدا ما را ببخشد، و کمک خود را 2 برابر از سر گرفت. 2 برابر گذشته، دوباره کمک کرد 2 برابر بیشتر از گذشته. و این بیانگر این حقیقت هست. یکی از جنبه های جزای من جنس العمل که بسیار حساس و تکان دهنده است که در زندگی دنیا انسان آن را مشاهده می کند و چه بسا افرادی بودند بر اساس اصل معروف که بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی و العقوق، 2 باب گناه هست که عقوبتشون در دنیا فوری است. یکی ظلم و سرکشی، یکی هم عقوق والدین، بدرفتاری با پدر و مادر. این عقوبتشون آنی است. اگر بدرفتاری کند با پدر و مادر، با اون مادری که او را در شکم خودش حمل کرده است، مشقت حمل و بارداری او را تحمل کرده است، مشقت وضع او را و وضع حمل او را تحمل کرده است، در اون زمانی که او نیاز به مراقبت داشته است نخوابیده است تا او بخوابد، آسایش را بر خود حرام کرده است تا او راحت باشد، سختی و مشقت ها را متحمل شده است. حالا بچه‌ای گستاخانه پدر خود را پیرمرد، مادر خود را پیرزن خطاب می‌کند. چارچوب بدن انسان می‌لرزد. آن پدر و مادری که اگر به نهایت پیری برسند، خداوند این گونه دربارهشون فرموده است: و اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. هرگاه یکی از اون 2 یا هر دویشون، پدر و مادر یا یکی از اون 2، در نزد تو به سن پیری رسیدند، یبلغن عندك الكبر، وقتی انسان به سن کبر برسد، سن پیری زیاد که معمولا خرف می شود، نمیفهمد چه میگوید، دریوری میگوید. احیانا مثلا انسان وقتی که به سن بالایی رسید توقعاتش بالا می رود، مثل بچه کوچک احیانا پرتوقع می شود، حجت میگیرد، ایراد میگیرد، تحملش کم می شود، صبرش کم می شود، زود ناراحت می شود، زود میرنجد و احیانا هم در اثر افتادگی نیاز به تر و خشک کردن دارد، نیاز به مراقبت ویژه دارد در اون سن پیری. اینجاست که خداوند میفرماد هرگاه یکی از اون 2 یا هر دویشون در نزد تو به سن پیری رسیدند، به آنها اف هم مگو، هیچ حرف تندی به آنها نگو، حتی اف هم نهی شده است. آنها را از خود نرنجان، پرخاش نکن به آنها و بزرگوارانه با آنها حرف بزن، خیلی مؤدبانه با آنها صحبت بکن، با همون سن پیری که دارند. با وجودی که پدر یا مادر مثلا به این سن بالایی رسیده است که احیانا شاید حرف بد هم بگوید به فرزند خودش، ولی تحمل کن. این است که در بعضی از احادیث آمده است در ارتباط با آخر الزمان که متاسفانه الان انسان آن را مشاهده می کند. بعضی از علائم آن را گاهی انسان مشاهده می کند، می شنود، به گوشش می رسد حرفهایی و رفتارهایی از فرزندان ناخلف. هستند بعضی از فرزندان گفتن یا نقل شده است در بعضی از
حکایات که شخصی پدر خود را کتککاری میکرد، مردم او را نهی کردند، اون بچه ناخلف را نهی کردند چرا پدر خود را کتککاری میکنی؟ اون پدر به سخن آمد، گفت ولش کن، 40 سال قبل من همینجا پدر خودم را کتککاری کردم، همین نقطه. الجزاء من جنس العمل. اگر انسان بدرفتاری بکند بدرفتاری میبیند. هر گونه انسان رفتار بکند با او رفتار میشود. باز در حکایتی من خواندم که شخصی پدرش را برد بیرون از شهر به یک صحرایی. اون بچه ناخلف کاردی بیرون آورد، گفت باید تو را سر ببرم ای پدر، دیگه تحمل تو را ندارم. پدرش گفت اگر میخواهی سر مرا ببری اونجا کنار اون صخره برو و مرا سر ببر. اگر میخواهی این کار را انجام بدهی اونجا این کار را انجام بده. گفت چه فرقی میکند برای تو؟ اینجا و اونجا چه فرقی میکند؟ گفت خیلی فرق میکند. من یک زمانی پدر خودم را کنار همون صخره سر بریدم و این جزا و مجازاتی است که میبینم و به خدا سوگند بر سر تو هم همین بلا خواهد آمد. الجزاء من جنس العمل. مواظب رفتارهایمون باشیم. رفتار ما با پدر و مادر ما خدای ناکرده بر خود ما منعکس می شود، غیر از جهان آخرتی که مجازاتش بسیار سنگین است که خداوند حق پدر و مادر را در کنار حق خودش ذکر کرده است. بالاترین حقی که در قرآن آمده است بعد از حق پروردگار از بین حقوق انسانها بالاترین حق والدین است. بالاترین حق. الوالد اوسط ابواب الجنه. پدر و مادر بهترین درهای بهشت هستند. بهترین درهای بهشت که اگر انسان درهای بهشت را میخواهد با پدر و مادر خود رفتار درست کند، رفتار درست داشته باشد با پدر و مادر خود و خدای ناکرده حقوق والدین شامل حالش نشود که در اثر بدرفتاری با پدر و مادر مشمول این وعیدها بشود و هم دنیا و هم آخرت را بر سر خود خراب کند. و آخر دعوانا ان الحمد. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو